برای داشتن یه لازانیه خوشمزه و خوش‌بر یه سری نکات هست که باید رعایت بشه. پس لایکو بزن و تا آخرش همراه هم باش. اول از همه یه پیاز داغ میگیریم، سبک که شد سیر و ادویه‌ها رو اضافه میکنیم، یه تفته کوچیک و وقت اضافه کردن گوشت که خوب سرخ شد قارچو اضافه میکنیم و حرارت رو زیاد میکنیم که خیلی آب نندازه. حالا رب میزنیم و حسابی تفت میدیم که رنگ باز کنه. تمام آب مواد کشیده شد، مقداری آبیشنگ میزنیم و تمام. برای اینکه یه لازانیه نرم داشته باشیم باید از سس بشامل استفاده کنیم. با شعله ملایم کره رو آب میکنیم، آرد رو اضافه میکنیم، یه مقدار تفت میدیم، شیر رو به آرومی اضافه میکنیم و دائم هم میزنیم که آرد گوله نشه. به همچین غلظتی که برسه کافیه، چون بعداً غلیظ‌تر میشه. ورقه‌های لازانیا رو توی آب جوش به همراه نمک و روغن به صورت ضربدری میندازیم و نرم که شد آبشو خالی میکنیم و آب سرد روش میریزیم. اینجوری ورقه‌ها به هم نمیچسبن و نیازی به آبکش کردن هم نیست. حالا کف ظرف و سس بشامل میریزیم، ورقه‌های لازانیا، دوباره بشامل و مواد گوشتی. یه مقدار خیلی کم پنیر بین لایه‌ها میریزیم که باعث میشه لایه‌ها به هم بچسبن. به این ترتیب تا انتها ادامه میدیم. فقط نکته‌ای که هست ورقه‌ها رو باید در جهت مخالف هم بچینیم و اما لایه آخر که باید حسابی پر پنیر باشه و میذاریم داخل فرن. و نکته آخر این که زمانی که لازانیا مقداری از دم افتاد برشش بزنید که لایه‌ها از هم نپاشه. پیشنهاد میکنم به این روش حتما درستش کنید. من آنلاین پزم. ممنون از همراهیتون. نوش جان.